سلام، وقتتون بخیر. اومدم دوباره واسهتون با یه تعمیراتی جدید یه دونه فیلم ارائه بدم و میبینیم که جلوی فیلم هیچ چیزی وجود نداره و تعمیر امروزمون یه دونه اپاده. شاید باورتون نشه ولی خود این اپادا هم تعمیر میشه که اپادا باتری داخلشون و بلنگو و الان مشکل این پادمون بلنگوشه که یه نویزی داره یا همون خشخش و برفک میزنه واسه این که این بلنگوش ترکیدن بلنگو چجوریه الان بهتون توضیح میدم که چه مواقع این پیش میاد. بعضی موقع دوستانی که باشگاه میرن آهنگای بیس دار میذارن، آهنگایی که مال بیس ماشینه داخل اینجور اپادا باز و این بیس زیاد که میخوره به این پرده‌ای که داخل اینه که صدای موزیک و اینا رو میده بیرون، باعث میشه که اون بترکه و پارشه. و بعضی موقع هم که من خودم زیاد از جیبم اینا میفته یا داخل گوشمه میفته میخوره زمین، این همین جوری که داره میخوره یواش یواش باعث میشه که بلندگوش آسیب ببینه. خب دوستان عزیزم، اینم که ازش جدا میشه واسه کیپ شدن گوشه و اینو واسه تون باز میکنم تا داخلشو ببینین که چه چیزایی داره به همین قطعه کوچیکی. و هنر همیشه دست ایرانیان هست، همیشه آریایی ها هنرمندن و بودن. شاید به نظر شما یه این قطعه کوچیکی که میخواد تعمیر بشه با خودتون بگین که چرا باید اینو تعمیر کنیم و کی حوصله داره، میریم اینو میخریم. خب شما بخواین اینو از مغازه فروشگاه تهیه کنین، دوباره بعد 1,000,000 خورده 3 تومن 5 تومن دوباره پول بدین که اینو بگیریم. و توی ایران هم که میدونین که پول در آوردن واقعا سخته و سخت شده و آدم نمیشه که هر موقع بره اینو تهیه کنه بخره و اینه. خب دوستان عزیزم، اگه حوصله داشته باشین این فیلمو ببینین تا ازش بهره ببرین و واسه خودتون بتونین اینجور مشکلاتی رو برطرف کنین. خب من اینو واسه تون باز کنم با کاتر. خب دوستان عزیز گلم، داخل این میبینین که بله یه دونه بلنگوه. بلنگوش هم همینجوری که گفتم نگاه باز شده. خب این بلنگوه چی میشه که این اتفاق میفته که بهتون گفتم همین ضربات یا بیس زیاد و اون پرده‌ای که گفتم که باعث میشه که بترکه. این یه ورق شفاف مانند پلاستیکی طوره که اگه صدا داخل ویدیو بیاد میبینین که داره دیده میشه و یه دور سیم داخلشه و همین یه دور سیم میتونه صدا را انتقال بده به این صفحه پلاستیکیه و باعث بشه که موزیک در بیاد یا اون صدا داخلش، که دیگه این آسیب دیده و باید تعمیر بشه. پشت این یه دونه باتری وجود داره، باتری به این کوچولویی، اینقدر کوچولو که معمولا تعمیرات اینا خیلی ظریفه و خیلی حساسه و آدم باید حواسش باشه که به جایی که 2 سیم وصل کنه نزنه 4 سیم دیگه شو قطع کنه که دوباره زمان بر بشه واسش. داخل اونم ته تهش اگه توی فیلم بتونم نشونتون بدم که دیده نمیشه، حسگراشه که میاد این بغل که شما ضربه میزنین. حالا اینو خودتون اطلاع دارین و انقدر از تکنولوژی عقب نیستین که میخوام الان یه بلنگو بندازم واسش. خب شما شاید با خودتون بگین که خب ما مثلا میتونیم بلنگوش رو از کجا گیر بیاریم و اینا. من خودم شخصا چیز کردم، یه بلنگو انقدی گیر آوردم. حالا چه جوری؟ از همین هنسفری هایی که داخل مترو بهتون میفروشن 30 تومن 50 تومن که معروف هم هست که روز دوم دیگه باید هی سیمشو دور بدی تا صداش واسه قطع و وصل میشه. معمولا
تا جایی که بگم کیفیتش رو واقعا همون حصویریایی که آشغال من و شما میگیریم و میگیم واقعا چقدر بیسش خوبه، کاش خراب نمیشد. خب خرابی اونا چیه؟ بلندگوشون که خراب نمیشه، سیمشون خراب میشه. کارخونه واسه این که بتونه فروش زیاد داشته باشه، واسه اینجور لوازم الکترونیک که بازاری الان جوری شده، جوری این وسایل رو میزنن که نکشه به زیاد که واسه تون عمر کنه و اینا، که دوباره خراب بشی و بتونی دوباره بری ازش بخری. اگه اونجوری باشه که اینا یه چیزی رو بسازن که مثل جنسای آمریکایی واقعا همشون مادام عمره و خیلی خیلی اینه که ناخودآگاه یه اتفاقی بیفته که خراب بشه. که حالا میخواستم همین رو بهتون بگم که اونا معمولا سیماشون خراب میشه یا از سوکتی که وصل میکنیم به گوشی یا از پشت همین معمولا این سمتش که سیم داره قطع و وصل میشه، ولی شما به اون کاری نمیگیرین، بلندگوش رو بر میدارین، اونو باز میکنین و بلندگوش رو در میارین و واسه این اپادتون استفاده میکنین. معمولا این اپاد اومد خیلی بهتر شد که دیگه نه سیمی دنباله داره و نه دیگه دست و پا رو میگیره، راحت واسه باشگاه، واسه کار، آشپزی، اینور تعمیرات، همه چی میتونی راحت ازشون استفاده کنین و نه جای زیادی میگیره و نه خیلی مشکل داره. خب دوستان عزیزم، شما وقتی میخواین اینو تعمیر کنین، کلا اینم 2 سیم داره، اگه روش دیده بشه بس میشه با بلندگو. خب شما بخواین اینو وقتی تعمیر کنین نیاز به یه دونه هویه دارین که من یه دونه هویه واسهتون آوردم که اینو واسهتون تعمیر کنم و سیم لحیم. سیم لحیم هم تا بتونین جنس خوب بگیرین، جنس های آشغالشون بعد از اینکه ذوب میکنین خشک میشه و دوباره میشکنه و سیم قطع میشه. و اگه بعضی‌ها دوست دارن علاقه به تعمیرات دارن که اینا رو همیشه تو خونه داشته باشین، به دردتون میخوره. سیم تصویری قطع میشه، نمیدونم بردی، اسپیکری، چیزی میتونین وصلش کنین. من خودم این هویه رو نگاه کنین 5 ساله دارم، 5 ساله دارم از این هویه استفاده میکنم و خدا رو شکر تا الان من 15,000 بار مریض شدم، این اتفاقی واسهش نیفتاده چون جنسش خوبه. و اگه این نوک هویه رو نگاه کنین این خیلی حساسه که باید با هر چیز درشتی مانندی زبری اینو تمیز نکنین که این باعث میشه که این خراب بشه نوکش و درست لحیم نشه. و منم واقعا یه جوری از این استفاده کردم، بنده خدا فکر کرده که باید کل جرمای پدرش رو بکشه و اینا تو خونه خیلی به درد میخوره واسه کارتون و اینا. حالا با هم میریم ادامه بحثو که اینو با هم تعمیر کنیم. یکم واسه تون توضیح دادم از اینا که این هویه هم داغ بشه، شروع کنیم با هم تعمیراتشو و شما این ویدیو رو ببینید. خب من اینو شروع میکنم به کارش، انشالله که توی ویدیو دیده بشه که من اینو درست کنم. خب دوستان عزیز، اول واسه این که بتونید اینو درست کنید هویه رو بردارین موقعی که خوب داغ شد و سیمایی که لحیم شده لحیمشون رو باز کنید تا سیما آزاد بشه. خب بلندگومون آزاد شد و بلندگو هم چون یه توضیح در موردش بدم، آهنربایی که پشتش وجود داره باعث میشه که به هویه بچسبه و خودش رو آزاد کنه. نیازی نیست 2 نفر اینو دست بگیرن و یکی بکشه یکی اونو باز کنه. میریم واسه بلندگو. من این بلندگو رو میخوام به این ببندم. شاید شما بگین که این جثه‌اش بزرگتر از اینه و این چجوری میخواد اونو توش قرار بگیره. خب ببینین بستگی به این جایای اینجا داره که چجوری جا بیافته. این گوتره و معمولا میتونه قرار بگیره، ولی بعضی از تصویری ها میبینین که یا همون اپادا خیلی بزرگه یا خیلی کوچیکه، به این اندازه اینا به هم نمیخوره. خب من شروع کنم به لحیم کاریش و شما این ویدیو رو ببینین که اینو درستش کنیم. خب دوستان اینا اگه توجه کنین بعضی موقع ممکنه باز کنین بگین که خب الان آقا گفت که این مثلا لحیمش کنیم چجوری این 4 تا داره. خب این 4 تا داره
مدارمون که گفتم بهتون داخلش یه سیم پیچه، من اینو بهتون نشون بدم. این دوتا، این حلقه سیم وقتی دایره میشه دوتا سیمش میاد اینور و اون دوتا سیم به اینجا لحیم میشه و طرف مثلا نگاه این شرکتش خیلی خوب بوده که این کارو کرده، 4 تا گذاشته، اومده دوتا به بالا اون سیما رو اومده لحیم کرده، چسکاری کرده و اوورده پایین که شما از پایین لحیم کاری کنین که اگه یهو لحیمیتون زیاد داغ شد بلنگو سیماش باز نشه و خراب بشه. خب میتونه یه مارک خیلی خوب باشه ولی این نه دیگه، همینجوری اومدن زدن که پولشونو بگیرن و تموم شه بره پی کارش. خب شما وقتی 4 تا رو دیدین، اون دوتای بالایی که ببینین چسب خورده از اون بالا اومده، یه شیار ریزی هم داره اومده رو این وصل شده، ولی این دوتای پایین رو وصل کنین، اونا هم همونه، یکی این ور یکی اون ور مثبت منفی میشه، وصلش کنین و اصلا هم مهم نیست که کدوم سیمو به کدوم ور وصل کنین. مال بلنگو رو نگاه کنید دوتا سیمش هم آبیه، هیچ فرقی نداره که ما مثبت رو درست وصل کنیم یا باتری. مثبت و منفی فقط واسه باتریشه، ولی اینجا هیچ فرقی نمیکنه که شما کدوم سیمو به کدوم ور وصل کنید. خب ما سیما رو قشنگ نگاه میکنیم که درست لخت شده باشه که بتونه مدار رو وصل کنه. توی دوربین درست دیده نمیشه این که سیماش لخته و بعضی از این سیما رو نمیشه با بگیریم با این سیمچین لختش کنیم، چون این سیم انقدر نازکه که اصلا نیازی به اینا نداره. حرارت هویه یا یه دونه فندک ریز بزنید سیمش قشنگ اون عایق رو برداشته میشه و آماده به کار میشه. خب من شروع کنم به کار. خب میاریم این بلنگو رو میذاریم اینجا جوری که هم خودتون راحت باشین هم هویه نزنه جای دیگه شو نتره کنه. من حالا نیاز به نور کافی دارم ولی چون دم و دستگام کمه مجبورم همینجوری برم جلو. خب این لحیم کردنش یکم سخته به هر آدمی هم نمیتونه. خب یه دونه وصل شد و وقتی لحیم میکنین وایسین یکم این سرد بشه واسه این که لحیم داغه و باعث میشه که برد آسیب ببینه و این آسیب باعث میشه که بلنگوتون یا هر بردی از بین بره. نمیخواد زیادم 1-2 ساعت وایسین که این سرد بشه، مثل ملات نیست 2 روز بمونه خوش بشه، همون 1 دقیقه 20 ثانیه تمومه. خب یه دونه سیمش که وصل شد ما بیایم بهتون نشون بدم. اولی رو که وصل کردیم، خب دومیش بیفته تو دوربین و هیچ وقت هم خودتون رو از اینجور کارا نترسونید که یا حوصله میخواد و اینا. به خدا وقتی که من و شما واسه دختر میذاریم واسه این کارا بذاریم به یه جایی میرسیم. حالا نمیگم که بده و اینا، نه، در کنارش داشته باشیم. خب این سیم رو باید قشنگ صافش کنم. من تجهیزات کافی رو ندارم، یعنی یه جوری دارم درست میکنم عین پیغمبرا که معجزه میکردن با یه چیزای خیلی کوچیک. خیلی سیمش داره بازی میکنه ولی من از اون قوی ترم و زود باخت نمیدم حوصلم سر بره. خب
لحیم کاریش تمام شد. تونستیم اینو به این وصل کنیم و حالا میریم واسه تستش ببینیم که کار میکنه یا نه، که 100 باید کار کنه. من واسه تستش اینو باید روشنش کنم. بله درست شد و ادامه این رو پوشش رو جا میزنین و کار تموم میشه، میره تو سر جاش و به همین راحتی میتونین خودتون درست کنید و دیگه اپادتون رو دور نندازین. امیدوارم که این ویدیو واسهتون خوب باشه و زمان برم بود، ولی یه چیز مفید رو تونستین یاد بگیرین و آگاهیتون بره بالاتر. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردین. ممنون از شما. خدا نگهدار.